دوستان به شب ششم، به جلسه ششم کلاس فریبکاران، بازیگران، مخچرخانان، روان ویرانگران رسیدیم که خوشبختانه جلسه اول اونم اومده روی فیسبوک و همونطور هر هفته این رو روی فیسبوک خواهند گذاشت. تقاضامون اینه که وقتی میبینید شیر کنید با دیگران که به اصطلاح افرادی که اطلاع ندارن اطلاع پیدا کنن. من یک مقدمه کوتاهی رو برای اونایی که احتمالاً کسی هست که اولین بارشه امروز تو کلاس؟ خب 2-3 نفر هستن. پس شما از اونایی که مهمونی هم میرین تدیگ میخورین همیشه اومدین جلسه آخر رو بکنیم و بریم، ولی ما یه خود مختصری بر شما میگم. ما تو این کلاس سعی کردیم از ابتدا بگیم که چه چیزی، چه علامتی وجود داره که ما تشخیص میدیم یا به این تشخیص میرسیم که در کنار یه منیپیولیتر یا یه روان ویرانگر داریم زندگی میکنیم. گفتیم معمولا ساده ترین علامت و نشانه برای این هست که ما متوجه میشیم که کنار این آدم رمقمون کشیده میشه. یعنی وقتی حرف میزنه و با ما گیر میده و به اصطلاح پیله میکنه، ما میبینیم جون نداریم، حاضریم هرچی اون میگه بگیم بله قربان، بحث همونجا تموم شه. این یه علامتش. علامت دومش اینه که ما دائم شک میکنیم به این که نکنه چیزایی که میگه درسته، من کریزی شدم، من عقلم کم شده، نکنه این حرفایی که این میزنه من هستم، لابد اینو اینجا گذاشته بودم، خودم یادم نمیاد، لابد من گفته بودم اینو، حالا الان فکر نمی کنم. یعنی self doubt، شک بر خود، بر خویشتن، شک و تردید و اینکه شاید من به اصطلاح کنترل زندگی و کنترل فکر از دستم در رفته، خودم نمیدونم. علامت سوم اینه که ما دائم با اینا انگار رو پوست تخم مرغ داریم راه میریم و دلواپسیم که کی اون لحظه انفجار میرسه، کی اون لحظه‌ای که ما خطاکاری فرا میرسه، کی اون لحظه‌ای که حالا باید شروع میشه. بعد اینجا تو کلاس گفتیم علت این مسئله اینه که منیپیولیترها دراما تولید میکنن. دراما رو اگه میخوایم مثال بزنیم یعنی چی؟ شما یه دونه از اون دهکده ها فیلمای ایتالیایی قدیم و اونایی که مارچلو ماستوریانی توش بازی میکرد، اگه از اون فیلم ها نگاه بکنیم یه جاده خاکیه، یه اتوبوسی میاد از این جاده خاکی رد میشه، مدت‌ها این ور جاده اون ور جاده رو نمیبینه، بعد که خاک میشینه یهو دختره میبینه اون پسره اونجا منتظرش و میدوه از جاده میاد این ور. دراما و کموشه یعنی اون خاکی که تو رابطه بلند میشه، مدتی طول میکشه تا ما واقعیت رو ببینیم و منیپیولیترها در به وجود آوردن این دراما استاده. حالا دراما یعنی چی؟ یعنی کارگردان یک تئاتر، یعنی کارگردان یک نمایش که اون نویسندشه، نقش خودشم کارگردانه، یه نقشی رو نوشته میده دست شما که شما اون نقش رو اگه بازی کنی بازی درست، اگه بازی نکنی بازی درست نیست. مثلا فرض کنید که مرد حسودی که دوست نداره خانومش با دوستای زنش معاشرت کنه، یا یه زن حسودی که دوست نداره همسرش با رفقای مردش یه بازی‌های مردونه، گلف، نمیدونم ورق بازی از اینا داشته باشن. و این به اصطلاح انواع راه‌های منیپولیشن. یعنی درست اون روزی که میدونه پنجشنبه شبا
حالا یا خانم یا آقا، شب خودشه، ساعت 5 بعد از ظهر تلفن میزنه و میگه که گسوات یه رستوران رزرو کردم، یه رستوران تازه پیدا کردم، رزرو کردم، دارم میام، حاضر شو بریم اونجا. خب اون تو ذهن خودش میدونه که یا الان پارتنرم برمیگرده میگه که امروز پنجشنبه است، تو که میدونی من برنامه دارم، بعد شروع میشه اون چیزی که باید شروع بشه. آره دوستای تو مهمتر از منن، تو اصلا برای من وقت نداری، من باید ببینم این ماجرا چیه، این زندگی به چه درد میخوره، من تکلیف خودم رو باید روشن کنم. بعد در تا یهو ساعت 8:30 شب با گریه، حالا طرف یا با اگه خانم باشه با گریه، اگه آقا باشه بیشتر با داد و بیداد، همه چی ریخته میشه و یکی تو این اتاق و یکی تو اون اتاق. شب برنامه تموم شد. خب بنابراین ما گفتیم که وقتی ما با یک منیپیولیتر زندگی میکنیم، این 3 خاصیتی که گفتیم باید دائم در نظر داشته باشیم و وقتی اون دلشوره تو دلمون میفته باید بدونیم که او داریم وارد این بازی میشیم. بعد اشاره کردیم گفتیم که اگر وارد بازی شدیم، بعد این موضوع رو اشاره کردیم که چرا اصلا یه نفر یعنی منیپیولیتر چرا منیپیولیتره. گفتیم لغت دیگه جلو منیپیولیتر یا بازیگر یا فریبکار رو بذاریم آدمی که ریزنبل نیست. آدمی که ریزنبل نیست یعنی آدمی که منطق و استدلال و واقع بینی و انصاف نداره، ریزنبل نیست. بعد گفتیم چطور میشه که یه آدم ریزنبل نیست، علامت‌های دیگه‌اش چیه؟ گفتیم کسی که ریزنبل نیست اولین ویژگیش اینه که هیومیلیتی یا تواضع نداره. بعد معنی کردیم گفتیم تواضع یعنی چی؟ تواضع یعنی اینکه ما در درون خودمون صمیمانه بپذیریم که there is a possibility of wrongness، امکان این که ما اشتباه میکنیم، خطا میبینیم، جوابمون درست نیست، واکنشمون منطقی نیست، این امکان وجود داره. یعنی اولین قدم برای ریزنبل بودن یعنی این ادعا رو حذف کردن از ذهنیت ماست که I'm always right. بنابراین منیپیولیتر این طبیعت رو نداره. دومین چیزی که نداره اورنسه، آگاهی نداره از اون کاری که داره. بعد سومین چیزی که نداره امپاتی نداره، همدستی نداره. بنابراین دل تو ز قصه خون شد، دل او خبر ندارد. بعد نکته دیگه‌ش اینه که ریسپانسیبیلیتی نداره، احساس مسئولیت نمیکنه. بعد نکته بعدش اینه که ریلایبیلیتی نداره، یعنی نمیشه روش حساب کرد، نمیشه تکیه کرد روش. همه اینا مجموعاً باعث میشه که یه نفر ریزنبل نباشه. اولین چیزی که ما تو دام یه منیپیولیتر نیفتیم اینه که خودمون ریزنبل باشیم. ولی حالا برگردیم هفته پیش، به خصوص اگر ندیدین توی فیسبوک نگاه کنیم کلاسو، هفته پیش ما گفتیم که چطور میشه که یه کسی منیپیولیتر میشه. از ساختمان مغز صحبت کردیم. گفتیم تنها کسانی موجودات ریزنبل هستن که مغز کامل داشته باشن. مغز کامل داشته باشن یعنی چی؟ یعنی در ارتباط افقی مغز چپ و راست با هم در ارتباط باشه و منطقه کورپوس کالسیوم یا پل بین دوتا مغز بتونه اطلاعات این دو بخش رو که یه بخشش منطق و دلیل و برهان و علم و دانش و اینا هست، با طرف دیگه که کنکشن و
ارتباط و هنر و احساس هست، اینا رو با هم مخلوط کنه و در کنار مخلوط کردن اینا بتونه به یه ویزدم یا یه خرد برتر برسه. در سطح افقی مغز کامل یعنی مغزی که این ارتباط بینش هست، بین دو بخشش هست. بعد گفتیم در ارتباط عمودی ما مغزمون 3 بخش داره. رپتال برین یا مغز خزنده که همون مغز حیوانی ماست که جایگاه تمام غرایز ماست، مثل خوردن و سکس و نمیدونم سرما و گرما و پناهیدن و اینا، خب امنیت و پناهیدن و اینا. بعد قسمت این زیرزمین مغزمونه. طبقه اول مغزمون مغز به اصطلاح طبقه اول مغزمون مغز لیمبیکه، لیمبیک سیستم. لیمبیک سیستم یعنی مغز هیجانی، یعنی اون جایی که احساساتی که ما از بیرون میگیریم بدون اینکه پروسس بشه، احساسات خامی که از بیرون میگیریم در ما حالاتی به وجود میاره که این حالات اگر کنترل نشه شدت هم داره. حالا جالبه که مولانا تنها کسیه و اولین کسیه که البته ارسطو هم یه اشاره به این موضوع کرده حاشیه‌ای. مولانا تنها کسیه که میگه این 5 حس برونی تنها حس ما نیست. این 5 حس را علاج این 5 حس باشد با طبیب 5 حس دیگر در تو هست، 5 حس درونی که توان اون حس باشد با حبیب و اون خرد برتر یا ویزدم رو اشاره میکنه. بنابراین برای مولانا ما 10 حس داریم، در حالی که برای فیزیولوژیستا آناتومیستا ما 5 حس داریم. بنابراین این هم لیمبیک سیستم، هیجان، مرکز هیجانه. این مغز لیمبیک اتفاقا خیلی خوبه به دلیل اینکه در مواقع خطر با غرایز خوب کار میکنه و ما جان به در میبریم. اگر ما توی اتاقی هستیم یهو شیری میاد اینجا، ما فقط این 2 مغز احتیاج داریم که به طور غریزی غدد درون ریز وحشت در ما به وجود بیاره و به ما اون سرعتی رو ببخشه که ما از این در بزنیم بیرون برای بقایمون. بنابراین این 2 مغز نه که بگیم بعد پست زیر زمین و طبقه اول به درد نمیخوره گل بگیریم، نه، این کار خودش رو انجام میده. ولی طبقه دوم مغز ما گری ماتر یا این مغز خاکستریه که بخش عمده‌ش هم مغز پیشانیه و مغز پیشانی که مغز انسانی ماست، یعنی شامپانزه های نزدیک به ما، یک نسل قبل از ما شامپانزه های نزدیک به ما مغز پیشانیشون 10% مغز مال ما 30%. بنابراین ما به دلیل این پریفرانتال کورتکس که CEO مغز ماست، مدیر مغز ماست، ما انسانی عمل میکنیم، تمدن میآفرینیم، جامعه تشکیل میدیم و. حالا البته انگار دنیا مغز پیشانیش کار نمیکنه با این چیزایی که تو دنیا میبینیم، ولی به هر حال این، بنابراین این 3 باید با هم در الاینس باشن، با هم کار کنن. این 2 با هم کار کنن تا ما بتوانیم ریزنبل باشیم. خب حالا نسبت هم داره دیگه البته. بنابراین گفتیم منیپولیتر ریزنبل نیست. بعد اشاره کردیم گفتیم 3 نوع منیپولیتر ما باهاش برخورد میکنیم. مهم اینه که با این 3 نوع چیکار کنیم. گفتیم یه نوع هست، پس ما برای اینکه تو اون بازی فرسوده نشیم گفتیم باید بازی نکنیم. درسته؟ گفتیم باید بازی رو نکنیم، رول رو قبول نکنیم. اما وقتی که ما رول رو قبول نمی کنیم، چون کار اونا پوش کردن نقطه های ضعف ماست، رد باتن های ما رو بلدن و پوش میکنن. مثال چندین تا زدیم تو ویدیو، تو فیسبوک دوباره میبینیم. ولی گفتیم پس بنابراین ما برای اینکه گرفتار این داینامیک ناخوش نشیم باید رولی که اونا می نویسن میدن دستمون بازی نکنیم. درسته؟
وقتی بازی نکنیم گفتیم منیپیولیترها به 3 دسته تقسیم میشن. یه دسته منیپیولیتر تیپ 1 که وقتی ما بازی نکنیم به خودش میاد و حالش بهتر میشه و رابطه ما سالم‌تر میشه. یه نوع منیپیولیتر درجه 2 که وقتی ما به سازش نرقصیم حالش بدتر میشه، بیشتر لجاجت میکنه و کار بالا میگیره. یه تیپ منیپیولیتر درجه 3 که اگر به سازش نرقصی خطرناک میشه. حالا امشب قبل از این که من به این چیز برم میخوام بگم که هر کدوم این منیپیولیترها رو ما چگونه میتونیم باشون برخورد کنیم. اولا منیپیولیتر ما راهی نداریم جز این که باوندری باهاش ست کنیم. باوندری یعنی چی؟ اصلا لغت باوندری که ما شرقی ها باش یه ذره مشکل داریم. نوه 6 ساله من لباساشو از پایین دسته‌ای برداشته بودم، رفتم برم تو اتاقش بذارم، یهو نگاه کرد به من خیلی هم سرد، گفتش که You didn't knock the door and walked in. در نزدی اومدی تو. گفتم که آره لباساتو آوردم. گفت still. بعد گفتم که اوکی. بعد گفت didn't you see the sign at my door. بعد من رفتم دیدم یه دونه با کاغذ یه دونه قلبم کشیده روش نوشته please knock and then walk به درش. این باوندریه. حالا البته وقتی هم که آدم با یه نسل بزرگتر از خودمون ماها حرف میزنیم میگن که بابا آمریکا گندشو در آورده، میگه تلفن کن بیا. خب خواهر دیگه تلفن نداره بره، اون میگه میتونم بچه‌مو بیارم، خب ببر دیگه خونه داییشه اون. ما شرقی‌ها که از جامعه کلکتیویستیک میان، چون آی معنی نداره، ما برامون آی معنی نداره. حتی اگه یادت باشه توی مدرسه مثلا میگن منم نکن، یعنی اگه میگفتی من دوست ندارم، بچه‌ها برای همین تو مثلا دهات ایران اگه دقت کنیم که آقا ما دیشب شام نخوردیم، آقا ما دیشب مشقامونو ننوشتیم، آقا ما دیشب یعنی لغت آس به جای آی هست. چرا؟ چون ما از فرهنگ کلکتیویستیک میاد. فرهنگ کلکتیویستیک یا جمع‌گرا رو 8 اریای مختلف با فرهنگ فردگرا فرق داره. من روی فیسبوک هم سال 2013 گذاشتم به انگلیسی و به فارسی این 8 تفاوت‌ها رو نوشتم. جز فرهنگ جمع‌گراست که این مادر به برادرش میگه، به پسرش میگه قرض کن، خواهر تو خونه خوب شوهر بدی. و اینا یه مادر آمریکایی به پسرش نمیتونه اینو بگه، چون فرهنگ فردگرا ایندیویدوالیستیک فرهنگیه که توش من یه زندگی دارم، یه خوشایندی دارم، یه ناخوشایندی دارم، یه هدف دارم و یه فاصله‌ای دارم بین تولد و مرگم برای رسیدن به اون اهداف. خب برنامه زندگیم اینه که اینو فالو کنم. بنابراین این مسئله دموکراسی ماله ببین یه جامعه با فلسفه خودش آموزش و پرورشش رو تنظیم میکنه که میبینی حرمت حقوق شاگرد، که معلم اگر به شاگرد کلاس اول ابتدایی صداشو بلند کنه میگه teacher you yelled at me I'm going to tell principal. خب بنابراین آموزش و پرورشش بر اساس احترام مساوی فرق نمیکنه شاگردی یا معلمی. بعد پالیتیکسش اینه که یه نفر یه رأی میده، فرق نمیکنه کی باشه، پالیتیکسش اینه. و بعد شیوه
زندگیش اینجوریه، برای همینه که هیچکی واسه دخترش، واسه خانم مثلا تلویزیون به من تلفن کنه سلام خانم دکتر حالتون خوبه؟ خانم دکتر من یه دختر دارم، یه آقا پسری پزشک اومده میخواد ازش خواستگاری کنه و اینا، مثل این که دخترم هم خوشش اومده، ولی خانم دکتر من از کجا بفهمم این خوبه واسه این؟ میگم خانم به شما چه که بفهمی؟ خانم گفتیم دخترتون چند سالشه؟ 33 سالش، پزشکم هست. میگم حالا شما چی کار داری که بدونی این خوبه یا خوب نیست؟ بعد خب یعنی چی؟ خب بچه آدم چاه و راه رو باید به بچهش نشون بده. همین مدل که چاه و راه رو باید به بچهش نشون بده، همین مدل باز مال جامعه جمع‌گراست، چون هم آبرو اشتراکیه، هم حقوق اشتراکیه، هم به اصطلاح مثلا من یادمه که مثلا درس من خیلی خوب بود، بعد یه خواهری داشتم درسش خوب ضعیف بود، بعد یه خانمی خونه ما به مادر کمک میکرد، همش میگفت چه فایده داره تو شاگرد اولم باشی، چه فایده داره وقتی خواهرت رفوزه میشه. و من واقعا روزی که کارنامه میدادن مضطرب کارنامه خودم نبودم، اول در کلاس اون بودم ببینم اون چی کار کرده، چون واقعا باورم شده بود که فایده نداره من اینجوری بشم اون اگه اینجوریه. بنابراین این مسئله I versus us یا we، این یه پدیده‌ایه که خب خیلی به اصطلاح دخالت میکنه. در چی؟ در lack of boundary. یکی از بزرگترین دشواری‌های من تو پرکتیس وقتیه که بچه‌های خانواده وقتی به یه سنی میرسن میان از چایلد ابیوز، از سکشوال مالستیشن دایی و عمو و پدر بزرگ و نمیدونم عمه و خاله و اینا حرف میزنن و بعد راه درمان اینه که آدم بتونه این بچه با مادر و پدرش هم حرف بزنه و بگه اینطور شده من از تو عصبانیم، چرا منو وادار میکردی خونه این عمو بمونم یا خونه این عمه بمونم، این با من این کارو میکرد. فکر میکنین اولین واکنش مادر پدرها چیه؟ انکار. و چقدر دردناکه. من اوائل با هم اینا رو میآوردم، الان این کارو نمیکنم، الان با مادر پدر جدا 2-3 جلسه حرف میزنم، میگم اگر جلوی بچت انکار کردی زخمش میذاری. باوندری رو اصلا این مسئله باوندری شناخته شده خیلی نیست در فرهنگ‌های جمع‌گرا. به همین دلیله که ما باوندری ست کردن برامون یکی از لازمات. میگم ما بچه به مادر بزرگش میگه در نزدی اومدی اتاق من، ممکنه شما بگید مامان این حال خیلی خوبه، به این دلیل خوبه که یه سال بعدشم وقتی عروسکش با ذوق میاره میده به من اینجوری میکنه و اینا، بعد من میگم که you have so many toys. بعد میگه you know what, I don't want to share my joy with you because you don't you don't appreciate, you don't enjoy. بعد آدم به خودش میاد یهو، حالا منی که مثلا روانشناسم، آدم به خودش میاد که حالا اون موقعی که داره عروسک رو با شوق به تو نشون میده وقت موعظه تو نیست، الان اون میخواد با تو یه چیزی رو شیر کنه و تو رو اون اوربت خودش رو اینقدر خوب محافظت میکنه، میگه دیگه باید شیر نمیکنم. چون اگر بخوایم ما اینو شما حال خودتون رو مجسم کنید، یهو میای خونه میگید مو رفتم اینجوری درست کردم، یهو مثلا پارتنرتون، همسرتون حالا یا زنتون یا شوهرتون یهو برمیگردن چی میکنه، برو خوب، بعد یهو شما اینجوری میشید. و این پروتکت کردن باوندری خب خیلی خیلی مهمه در سلامت روانی ما. ما فقط وقتی میدونیم کسی داره ما رو اذیت میکنه که از حال خودمون باخبر باشیم. اگر از حال خودمون باخبر نیستیم
و داریم به ساز اون میرقصیم نمیفهمی بر سرمون داره چی میاد که. حالا اینو الان ببینید باوندری ستینگ پس شد راه کنار آمدن ما با منیپولیتورها. اون وقت این باوندری ستینگ یه حسنی هم داره، ما به دنیای اونا ورود پیدا نمی‌کنیم. باوندری یعنی کجا من تموم میشم، من و حقوقم تموم میشه، من و جو عاطفی تموم میشه، من و بدنم تموم میشه و مال تو شروع میشه. اگر تو اومدی با من اینجوری کردی و من گفتم که don't do that, I don't like it و تو دوباره کردی، داری به باوندری من تجاوز میکنی. وقتی اینجوری کردی اگر منم خوشم اومد گفتم آخ جون، اون موقع دوبارم کردی نوش جانت. بنابراین باوندری یعنی این که ما بدونیم کجا حقمون و همه چیمون. یکی دیگه از تجاوزات به باوندری، شما بلند میشین تو صف سینما وای میسی، 2 نفر قبل از شماست، ردیف جلو هم 40 تا بلیت داره، به شما که میرسه میگه ردیف اول نداره. حالا تئاتر، سینما که آخرش خوبه، تئاتر میگه نداره، میگه چی شد؟ میگه این 20 تا خرید. آقا شما 20 تا مگه میخواید بفروشی بازار سیاه؟ نه دوستان میان بعدن. این تجاوز به حقوق منیه که 2 نفر پشت شما ایستادم. بنابراین این مسئله باوندری خیلی مهمه. پس ما به عنوان مهمترین درسی که میتونیم از این کلاس بگیریم، یک، ما از حال خودمون باید باخبر باشیم. جزء ریزنبل بودن یکی از اولیناش چی بود؟ awareness. اگر یه نفر 3 بار 4 بار شما رو دعوت میکنه یه جایی نهار، شما هر دفعه که میری میبینی وقتی اومدی خونه حالت بده، باز به خودم لعنت، من چرا باز رفتم. این از لحظه که منو برد شروع کرد چرت و پرت گفت و یه چیزی گفت که منو هرس داد. ببینم صورتتو کجا رفته کشیدی؟ جون من به هیچ کس نمیگم. حالا من میخوام بگم کجا کشیدم یا نمیخوام بگم. بعد یه دفعه دیگه باز یه چیز دیگه، یعنی هر دفعه تو رو میبینه در میگه بریم رستوران، تو هم میری هر دفعه یه نیشی میزنه زخمی برمیگردی. از حال خودت بیخبری که وقتی اون زنگ میزنه دوباره میگه بریم؟ از حال خودت با خبر باشی میگی نه گرفتارم، آخ کاش دیروز گفته بودی. 3 دفعه که بگی گرفتارم، دفعه 4 میره یک دیگر پیدا میکنه. بنابراین تو راحت میشی. بنابراین یکی باوندری ستینگی که از اورنس میاد. گفتیم اورنس رو باید در نظر بگیریم. حالا میریم سراغ منیپولیتور لول 1. کدوم؟ اونی که وقتی شما گیمشو بازی نمی‌کنی حالش بهتر میشه. درسته؟ یعنی به نفع هر دوتون میشه. بهترین راهی که اینا به اون اورنسی که ندارن میرسن اینه که شما مایوسشون کنی. دقت کنی، مایوسشون کنی. یعنی عزیزم یه رستوران عالی امشب پیدا کردم باید بریم. همون اولش آخ مگه یادت نبود امشب 5 شنبه است؟ من قرار دارم الان دارم حاضر میشم برم با دوستان. خیلی خوب، میدونم مایوس شدی ولی مشکل خودت بود که شب بعدی رو انتخاب کردی یه شب دیگه. چون اینا لول 1 رو گفتم همونی که اگر دقت کنین شما باوندری ست کنین بیدارش کنین حالش بهتر میشه. اینا باید چیزی رو که ما حتما ریفیوز کنیم اینی که رولایی مثل اطاعت احتیاج داریم که نجاتمون بدن یا
سپاسگزار و قدرشناسشون هستیم باید بهشون ندیم. نه اطاعت، یعنی اون سه نوعی که یادتون گفتیم که اینا منیپیولیترها دوست دارن، اون که باسه باید کنترل کنه، اونی که مسئولیاس میخواد تو رو نجات بده، اونی که سومیش بود که دوست داره به اصطلاح ویکتیمایز کنه خودش رو. گفتیم این سه تا رول بهشون باید نداد، ساتسفکشن هیچ کدوم. نه من اون کنیزی هستم که در اطاعت تو هم، یا نوکر و غلامی هستم که در اطاعت تو هم، نه احتیاج دارم تو من نجاتم بدی، ناجی من هستی. یه مثالی رو بذارم، خیلی هم مثال دردناکیه ولی چون یادم افتاد اون سالهایی که من چند سالی که وسط تو ایران بودم، یکی از اعضای خانواده ما رو کشتن و بلافاصله چند ساعت بعد از به اصطلاح اسمش تو روزنامه در اومد، خب همه خانواده رفت. بعد پدر و مادر این دختر جوان دیگه معلومه چه حالی دارن، دیگه از آدم احتیاج نداره که بگه چه حالی دارن. بعد اینا نشسته بودن و حالا هر از گاهی خب معلومه چه میشه، نشسته بودن اینا و بعد یکی از این فامیلای دور از در رسید، شروع کرد سینه زدن، موهای خودشو کندن، از اون جیغایی بنفش زدن. اصلا من تازم از آمریکا مثلا 2-3 سال بود رفته بودم، برام خیلی عجیب، یعنی چیز بود، غریبه بود یه ذره. بعد من بلا فاصله رفتم این خانمو دستشو گرفتم، بردم توی اتاق خیلی دور از این اتاقی که همه نشستن، گفتم که هر چقدر دوست دارین اینجا صورت و سر و موهای خودتونو بکن، نه تو اون اتاق که مادر پدر. بلا فاصله ساکت شد، بلا فاصله ساکت شد. یعنی وقتی آدینس نباشه این شهید زنده دست از رولش بر میداره. یا خیلی وقتا اتفاق میفته یه شهید زنده تو خانواده شما میگه این غذا شوره، شما میگی نه مثل همیشه است، شایدم نمیدونم، بعد میگه که من نمیخورم. بعد هی نگاه میکنه زیر چشمی، میبینه نه شما بلند شدی، نه مایتابه گذاشتی، نه نیمرو داری درست کنی، نه سبزی خوردن پنیر آوردی، هیچی. خب همونا رو دست داره پا داره خودش میتونه بکنه. بعد وقتی اینا رو نگاه میکنه از زیر چشم نگاه میکنه و اینا، بعد میره میخواب. اگه شما اون موقع بشقاب میچینی میری آخه عزیزم از صبح از سر کار اومدی هیچی نخوردی، پاشو بخور، حالا شور بود، دفعه دیگه کم نمکتر داشت، این رول ادامه پیدا میکنه. اما اگر شما به جای این بگی ببین 2 تا دست داره مثل من، 2 تا پا داره مثل من، یخچالم آدرسشو بلد. منظوری نیست که شما مهربون نیستی، شما میخوای اون گرسنه بخوابه، نه. منظوری که اون رول شهید زنده رو که اون داره بازی میکنه شما نمیخوای بذاری بازی کنه. چرا؟ برای اینکه دفعه دیگه این کارو نکنه. دیدید اون موقع بچه‌ها قهر میکنن، بعد از لای دستشون اینجوری نگاه میکنن ببینن مادره میاد یا نه، سرشون هم اینجوری میکنن. این تقویت کردن منیپیولیشنه. بنابراین فراستریتشون کنی. یعنی چی؟ نمایشنامه رو شما اجرا نخواهید کرد. دوم، بی پرسیستنت. نه اینکه یه دفعه بکنی یه دفعه نکنی، شل بدی یه دفعه نکنی. تداوم داشته باش. به عبارت دیگه بازوی ضعیف شده فقط در اثر تکرار یک کار قوی میشه. بنابراین اگر شما یه دفعه بکنی یه دفعه نکنی، اون بیچاره یاد نمیگیره که کدومش، یعنی نمیشه ویشی واشی بود. بعد سومیش اینه که بی پیشنت. پس فراستریتش کردی، پرسیستنت هم بودی ولی صبورم هستی.
یادمون باشه منیپولیترها بچه هایی هستن تو بدن بزرگسال. Children don't grow up overnight. بچه ها یه شبه بزرگ نمیشن. It takes time. و هر بار و اون وقت جالب اینه که حتی وقتی باور میکنی که بزرگ شدن یهو میبینید دوباره عقبگرد میزنن. They easily slip back into old. ولی شما باید این پترنا رو بشناسی و شما منسجم باشی. یه مواقعی ممکنه به خصوص ما کسایی که دوست داریم یا فکر میکنیم که نکنه من زیادی باهاش سخت گیرم، انگار که بلافاصله اون امام حسین میشه و امام شمر. بعد این نقش رو دوست نداریم، بعد میایم از این نقش استفاده بدیم. ببین توی زندان یکی از رایج ترین تورچرها اینه که گود کاپ بد کاپ وجود داره. یعنی چی؟ یعنی مامورای زندان یکیشون خوبه یکیشون بده. این برای شکستن روحیه توه، برای از پا در آوردن ارادت. مثلا میاد با سختی میگه بدون اهانت میکنه، میزنه تو سرت، سختی باهات میگه، کلمات زشت به کار میبره. بعد شیفت عوض میشه، بعدی میاد میگه رفیق سیگار میخواد. بعد شما یهو حس میکنی که زندانبان خوبم هست، نداره این روزام تموم میشه، امیدوار باش، به خدا توکل کن. بعد بین امید و یأس، بین امید یا یأس یه جایی میشه که تو فکر میکنی دیوونه شدی. زندان کجاست؟ هاشه امیدی دیگه نیست، یا اینکه نه یه امید کوچولویی هم هست. دوگانه رفتار کردن با منیپولیتر هم همین کار میکنه باهاش. تکلیفش روشن‌تر اگر همیشه شما ثبات داشته باشید. Be encouraged to stay with it. یعنی چی؟ یعنی هم خودتو هم یه ساپورت سیستمی مثل یه روانشناس، مثل یه دوست خوب داشته باش که اگر مثلا به من بیا بگو فرنودی گاهی واقعا دلم واسش میسوزه، میبینم چجور بال میزنه که درست چی اما از عهده‌اش بر نمیاد. من میگم صبور باش، کارتو ادامه بده، تغییر میکنه. تو برای خودت داری این کار نمیکنی، بیشتر برای او داری این کار میکنی. همطور که میگن مادر پدر خوب مادر پدری هم که به بچهشون بیشتر از این که میگن آره بگن نه. نه به معنی منفی، نه به معنی که no we cannot do it, no you don't have it, no you don't touch it. برای اینکه باوندری داره ست میکنه واسه بچه. باوندری ست کردن بچه بزرگترین مسئولیت مادر پدره. پس این لول اول اگه به تورتون خورد بلد شدین فراستریتش کنین، تداوم داشته باشین، صبور باشین و امیدتون هم از دست ندین که بالاخره به قول اون شعر مولانا اثر دارد. بخوان ای بلبل دستان. بعد میرسیم به لول 2. لول 2 کی بود؟ اونی که بدتر میشه وقتی شما به سازش نمیرخصید. ما باید توقع داشته باشیم، انتظار داشته باشیم که منیپولیتر آن ریزنبله. اونا یه چیزی رو میگن، یه کار دیگر رو میکنن. تنها کاری که ما میتونیم با اینا بکنیم اینه که حاضر بشیم باهاشون به جلسات مشترک تراپی بریم. جمله‌ای هست که میگن دوستاتو نزدیک خودت نگه دار، دشمناتو نزدیکتر. این به این معنیه که هیچ وقت تو دنده خلاص با اینا نباش. یعنی دائم بدون که اگر تو شل بیای ضربه رو میخوری. بی فر، باهاشون بسیار بسیار محکم برخورد کن. به احتمال قوی ترکت میکنن، ولی خوشم باقی که شغالش قهر باشد.
به احتمال قوی ترکت میکنن. متدی که خیلی اینا خوبه پسیو رزیستنسه، یعنی با اینا هارش نکن، هاردولم بردولم نکن، ولی پسیولی مقاومت کن. یعنی چی؟ یعنی به زور تو رو میخوان یه جا ببرن، حالم خوب نیست، نمیای پس؟ نه، گفتم حالم خوب نیست. این میشه پسیولی رزیست کنی. چرا؟ برای اینکه نمیخوای اسکلیت کنه. رزیستنس ضروریه. مهمترین کاراکتر اینا اینه که اگر به موقع و به جا نه رو بگی عقب نشینی میکنه. بنابراین تو باید به جاهای نه رو شناسایی کنی. فرض کن اگر نقطه ضعف اون اینه که روزی که مادرش داره میاد اونجا تو با دوستات نری بیرون، خب تحریکش نکن. روزی که مادرش داره میاد اونجا میتونی نری که تحریک کنی یه جنگ، اگه مجبوری باش زندگی کنی. یا The manipulator doesn't like resistance of any sort. هیچ نوع مقاومتی رو دوست نداره. بنابراین میتونیم بفهمیم که وقتی به مقصودش نمیرسه کم کم هارش بشه. بهترین شیوه مقاومت در برابر هارشنسشون ترک محیط، ولی باز باید توش پرسیستنس داشته باشیم. شیوه بعدی اینه که مثل عایق باید ژاکت ضد گلوله تنمون باشه با اینا. یعنی همون مثالی که جلسه اول زدم، او مثلا میخواد بره زیر پوست شما، میگه برو خود حالا گم کردی، اومدی آمریکا، تو ایرواین هم داری زندگی میکنی، یادت رفته که از کجا اومدی، بابات کی بود. خیال میکنی من نمیدونم، من قبل از اینکه با تو ازدواج کنم در آوردم که بابات درشکچی راش عبدالعظیم بود. خب بنابراین اگر ما هنوز نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشیم، منم برگردم در برابرش برگردم، مگه تو فکر میکنی کی بودی؟ مگه تو شازده قاجار بودی؟ نمیدونم تو هم فلان فلان فلان. منیپیلیتر برنده شد، شما وارد بازی شدی و اون خستت میکنه، گریت میندازه، بعد برمیگرده سر اون دور معیوب. اما اگر اون گفت درشت که چی بود فلان و اینا، خب چی کار کنه بیچاره؟ امکانات دیگه ای نداشت. این جلیقه ضد گلوله است. جدا راست میگی، من خودم نمیدونستم، به من نگفته بودن مادر پدرم که باباش درشت که چی بود. بنابراین جلیقه ضد گلوله پوشیدن همیشه باید اینسولیتد به اصطلاح با اینا برخورد کنیم. Don't forget to wear your emotional coat. ژاکت عاطفیت رو جلو اینا بپوش. منیپیلیتر عوض نخواهد شد، ولی قدرتش رو تو به تدریج از دست میده. What changes is the power of the. اون عوض نمیشه، ولی قدرتش رو ما تغییر میکنه. قدرت این که بیماری او ما رو آسیب بزنه پایین میاد. اون وقت برای این مسئله به همین دلیلی که وقتی ما با این منیپولیتر زندگی میکنیم، خودمون وقتی کمک میگیریم این کارا رو بهتر بلدیم بکنیم. Be encouraged، یعنی خودتو تشویق کن و بذار دیگران تشویق کنن که یادت باشه که بقای منیپولیتر و دوام بیماریش تا وقتیه که ما این باور رو میذاریم ادامه بده
که there is nothing wrong with me. You are crazy. بنابراین ما وقتی we act crazy اون راست میگه دیگه. لذا کاری که ما باید بکنیم اینه که یا وقتی که اون بعد منیپولیتر یکی از کارهایی که میکنه خیلی مهمه، پروجکشن، فرافکنی، برتاباندن اون چیزایی هست که درون خودشه و خودش دوست نداره، ولی وقتی بر دیگری میتابانه راحت میشه. من همیشه مثال میزنم، میگم اینا توی وجودشون استفراغ عاطفی جمع میشه، درست مثل وقتی که شما یه پیتزای بد میخورین یا یه سوشی بد میخورین، حالتون به هم میخوره، اون وقت باید برگردونین تا آروم بشین. اینا وقتی یکی رو پیدا میکنن که استفراغ عاطفیشون رو روش میریزن، بعدش آروم میشن. اون موقع است که ناز و نوازش شروع میشه. حالا اگه منم اینقدر ناخوش باشم که تشنه اون ناز و نوازش بعدش باشم، خب بازی ادامه پیدا میکنه دیگه. اون چیزی هم که مهمه اینه که چرا منیپولیتر به تدریج حالش، کسی که با منیپولیتر با بازی‌های بازی میکنه حالش بدتر میشه. ببین شما یه بار سوشی، من اینجوریم، من یه بار اگر سوشی بخورم که حالمو بد کنه 5-6 سال دیگه اسمش سوشی رو نمیتونم بیارم تا حافظه و خاطرش یادم بره. حالا فکر کن اگر این اتفاق هفته یه دفعه میفته، ماهی یه دفعه میفته، این خاطره ها رو هم جمع میشه و میشه بینگ ما. یعنی ما اصلا فکر میکنیم دیگه سطحیم که باید دائم رومون این کار رو بکنن. چیزی که ما احتیاج داریم قدرتی رو پیدا بکنیم که در برابر این پروجکشن قوی بتونه بیسته. یعنی ما میبایست یه آینه‌ای بشیم که اون میخواد اون چیزی رو که رو ما بندازه، ما درون خودش رو ما بندازه، تو خودش ببینه. روانشناس این کارو با اسکیل میکنه، ولی ما این کارو میتونیم به تمرین یاد بگیریم. یعنی مثلا میگه که فرض کن من که اینجوری کردم، تو برابرش اینجوری کردی. آدم میگه که واو، چقدر باید احساس باخت بکنی تو این زندگی. اون احساس باخت رو میخواست ریفلکت کنی. یا آدمای خسیس به دیگران میگن اینا خسیسن. خب بعد آدم آینه گونگی اگر بخواد بکنه اینه که تو چقدر راحت پول خرج میکنی، فکر میکنی برات پول خرج کردن راحته، چه خوب. Don't forget you are not the crazy one. مال تیپ 2. بله. Don't forget you are not crazy. You are just a normally flawed person who has let go of herself and her boundary. فکر نکن تو دیوانه‌ای، فکر نکن مغز و فکولتیت کار نمی‌کنه. نه، موجودی هستی که ول دادی به امید این که یک کریزی تو رو به ساحل عافیت برسونه. هیچ وقت نمیتونه برسونه. خب و اما تیپ 3 چی بود؟ اونایی که اگه به سازشون نرقصی خطرناک میشن. با اینا باید چی کار کرد؟ Be strong. برای اینکه استرانگ باشی باید یه ساپورت سیستم قوی داشته باشی. یعنی با اینا وقتی زندگی میکنی و میخوای استرانگ باشی، منا رو ندزدیده چاهو بکن. مشکل توان مالی نداری، بازوی مالی تو قوی کن. مکانی نداری که بری بمونی یه مدت تا خودتو پیدا کنی، اونو شناسایی کن. دوستانی داری که به هنگامی که من یه بار یه دوستی داشتم، اتفاقا آمریکایی بود و روانشناسم بود، گیر یه مرد منیپولیتر افتاده بود.
آقا هم خیلی پولدار و خوشتیپ و اینا بود، مستر چارمیگاشون هم خیلی یا میسیس چارمیگاشون هم خیلی چیزن، دلربان، یعنی آدم فکر میکنه شانس آورد. بنابراین این خیلی تو این دام این افتاده بود و خیلی کارهای عجیب غریب بکنه، یهو نمیدونم سورپرایز سفر اینجا ببره، سورپرایز این کارو بکنه، سورپرایز درواز کنن 2 آشپز با یه میز سفید بیان تو خونه کنار چیز بالکن خونه چیز بچینن و غذا بچینن و ویولن زن بیاد ویولون بزنه و اینا. حالا ممکنه اینا رو میگم شما دلتون واسه منیپولیتر تنگ شه بگین آدرسش کجاست. بعد که میگه حالا فدای سرم یه منیپولیتر بکنه حالا این چیزاش داره. بعد از اینکه یه مدتی اگزاست شده بود، یه بار اومد پیش من و گریه کرد. اون موقع من لاهویا زندگی کرد. اومد گفت ببین من این دفعه اگر گفتم he's coming back, lock me in the closet, cut my leg, don't let me fall for him. و ما واقعا این کار کردیم مثل ادیکت که میگه هر وقت میخواد بره به 2 تا 3 تا آدم دوست تلفن میزنه میگه من نذاریم برم. خب بنابراین این مسئله خیلی مهمه. بی strong، یه ساپورت سیستم داشته باش. Our goal with dangerous manipulators is safety. ما میخوایم قبل از اینکه بلای سرمون بیاد خودمونو در ببریم. Which is only achievable through a strong security measure. یعنی ما نمیتونیم با یک کسی که میتونه خطرناک باشه، مثلا فرض کنید من کلاینت داشتم، یه خانومی تو آفیس من گفتش که این اینجوری میکنه اینا. گفتم نه فکر میکنی امنه باهاش زیر سقف زندگی میکنی؟ گفتش که منظورتون چیه؟ گفتم ببینم این اسلحه داره تو خونه؟ گفت آره 3-4 تا. بعد گفتم قفل لودده؟ بعد گفتش که من نمیدونم لودده یا نه، ولی نه خیلی وقتا روزای تعطیل میاره اینا رو تمیز میکنه و یه کارایی میکنه. راستش خانم دکتر یه موقع‌هایی هم به من اینجوری نگاه میکنه اینا رو اینجوری میکنه. گفتم you are going to call the police. گفتم چون تو عدالتی من نباید زنگ بزنم، خودت همینجا از تو آفیس من زنگ بزن و بگو که من و همسرم رابطه خوبی نداریم و اون اسلحه داره و گاهی اسلحه رو بازی میکنه باهاش، تمیز میکنه و به من طوری نگاه میکنه که من میترسم. خانم دکتر اگه اینطور بشه خیلی اصلا نه من اینجوری فلان. گفتم نترس، تو ممکنه اونم نجات بدی. گفتم فکر کن اگر اون یه موقعی در یه شرایطی به طور ایمپالسیو غیر ارادی تو رو از بین ببره، تو رو آسیب بزنه، خودش هم یه عمر تو زندان باشه، بچه‌های شما چه اتفاقی براشون میفته؟ این برای پروتکشن خودشه. گفتم حسنش اگر تو این آفیس تلفن بزنی اینه که میگی روانشناسم رکومند کرد. به هر حال تلفن زد و توی اتاق دیگه نشست. من 1 ساعت و نیم 2 ساعت دیگه چند تا پلیس اومدن باهاش صحبت کردن، یه چیزایی رو نوشتن، پلیسا اطلاعات دیگه ای هم به دست آوردن و بعد از 3-4 هفته به من گفت که هم اسلحه‌هاشو ازش گرفتن، هم اسمشو گذاشتن تو اون لیستی که نمیتونه اسلحه داشته باشه چون تو فایلش سابقه سایکیاتریک تریتمنت داشته. بنابراین سیفتی مهمترینه. منظور وقتی میگیم سیفتی یعنی چی؟ یعنی شب که همه مردم خوابن نشین با این آرگیو کن. اگر احساس میکنی که مسته، اگر احساس میکنی مشروب خورده، حالا چه زن چه مرد، مواقعی که میبینی مسته پیله نکن بهش،
باهاش وارد گفتگو نشو. خودتو از فضایی که فکر میکنی امن نیست ریموو کن. اگر بچه‌ای زیر سن بلوغ تو خونه هست، همراه با خودت او رو ریموو کن، کمک بگیر. بنابراین سیفتی خیلی مهمه. بعد دومیش بی وایز، خردمندانه عمل کن. The consequences of acting foolishly are greater with dangerous manipulator. It may cost us our life. Therefore میتونیم زندگیمون اگر احمقانه باشون برخورد کنیم چیز بکنیم. بنابراین ما متدی رو که انتخاب میکنیم باید متد پخته و پاورفول باشه و برخلاف این که منیپولیتر دوست داره روابطش با کسانی که منیپولیت میکنه سیکرتیو باشه، اون آدمی که میخواد امنیت به خودش بده باید مسئله رو از سیکرسی بیرون بیاره. یعنی مثلا این خانوم به من نگفته بود که این اسلحه داره و بعدم که ما پرسیدیم و گفت فکر میکرد که سیکرت اونو داده، لو داده. اینطوری نیست، چون منیپولیتورها خیلی فضای سیکرتیو رو دوست دارن. چیزی که به نفع اونهاست به ضرر کسی که میتونه خطر داشته باشه. معمولا وقتی که یه گزکی دست قانون میفته، اینا پارتنراشونو چه شوهر باشه چه زن باشه وادار میکنن که دروغ بگن به نفع اونا. نکنید این کار رو. به پلیس دروغ نگید، پروتکتش نکنید. بهترین راهی که میتونه کمک بگیره وقتی که تو سیستم قانونی میفته. ما از پلیس استفاده نمی کنیم که عزیزان بیمارمون رو هرت کنیم. ما استفاده می کنیم که اونها کمکی رو که در حال عادی نمیرن بگیرن. بی دیستنت، تا جایی که میتونی فاصله خودت رو با اونها نگه دار. بسیاری از مواقع منیپولیتورهای تیپ 3 به تنها چیزی که جواب میدن لیگال کانسیکوئنسه. یعنی در این حالی که به نظر میرسه حالشون خیلی بده و برای هیچی هم کیر نمی کنن، منو میترسونی، منو ببرن زندان، اسلحه میگیرم 3 تا پلیس هم رو تو. اینطور. ولی در واقعیت جز اونایی که واقعا در حال عادی نیستن اینطوری نیست. از کانسیکوئنس پلیس میترسن. برای همینه که آمار نشون داده بود در سال 2008 79% دومستیک وایلنس ها که به دادگاه و پلیس کشیده بود 79%شون دیگه تکرار نشده بود، در حالی که کسانی که دومستیک وایلنس میکنن بدون کانسیکوئنس قانونی اکثرا مجددا تکرار میکنن. there is a second time, third time, fourth time. میخوام از دوستانی که من یه موقع انگلیسی حرف میزنم، شب که میشه میرم دنده خلاص. Sometimes a manipulator will respect the law to avoid legal consequences, but there are times when he may go right through that restraining order, as did the character in the حالا تو یکی از قصات که میگفت in such cases maintaining distance from person may be the only way to keep ourselves safe. حالا روش هایی که دیستنت نگه داریم، کانتکتمون رو با شخص کم کنیم. در شرایطی خودمون رو قرار ندیم که جسممون بتونه مورد خشونت قرار بگیره. خودمون رو گول نزنیم که
خطری وجود نداره یا این یه مواقعی با من مهربان بوده اون باعث میشه که هیچ وقت این کار رو نکنه. بهترین و مؤثرترین شیوه سیفتی صدا کردن پلیسه که او رو اسکورت کنن و در این مواقع کافیه که شما به یاد او بیارید که اگر او کمک بگیره و درمانش رو آغاز کنه شما هنوز در کنارش و یاورش هستید. با منیپولیتر درجه 3 هیچ وقت فکر نکن به تنهایی میتونی دست و پنجه نرم کنی. از فامیلت، از خواهرت، مادرت، برادرت پنهان نکن، از دوستانت پنهان نکن، از همسایه ها پنهان نکن. دیگران قادرن به ما به موقع کمک کنن. تو نیستی که باید شرمنده باشی از اینکه از دیگران قصه تلخ زندگی تو با دیگران میگی. قصه تلخ و شرمساری تو نیست. اونها میتونن مکان امنی رو که تو احتیاج داری در موقع به تو بدن. اونها میتونن که به تو یادآوری کنن ریسکای خطرناک رو بر نداری. اونها میتونن شرایط رو از بیرون بهتر از تو ببینن و یاور تو باشن به هنگام خطر. امروز اگه 10 دقیقه دیرتر بشه اشکالی برای هیچ کدومتون نداره، چون من دلم میخواد، البته اینا رو میذارم روی فیسبوک، ولی دلم میخواد چند تا نکته رو بگم. خیلی بیشتر مطلب در آوردم ولی نمیخوام همش رو اینجا بگم براتون. یکی از قوی ترین انواع منیپولیترها، حالا گفتیم بوردرلاین ها منیپولیترن، سایکوپت ها منیپولیترن، سوسیوپت ها منیپولیترن، حتی obsessive compulsive personality disorder، یعنی کسایی که شخصیت های وسواسی دارن منیپولیترن. پارانوید ها منیپولیترن، اونایی که سوء ظن دارن منیپولیترن. ولی یکی از شسته رفته ترین، همچین خوشتیپ ترین نوع منیپولیترها که آدم بیشتر گولشونو میخوره و دیرتر دوزارش میفته، نارسیسیستیکا هستن، خودشیفتگان. نارسیستا رو میخوام فقط چند تا علامت بدم ببینید کیا هستن. بعد اون وقت اگر خودمونم جزش هستیم خب شناسایی میکنیم. اونها احساس بزرگنمایی و سلف ایمپورتنس دارن، یعنی من از بقیه مهمترم، من میدونم. بعد craving for admiration and attention، دائم ویار دارن که مورد تحسین قرار بگیرن و دوربینا رو اونا باشه. مثلا اگر با 20 نفرم عکس انداختن، این باید حتما اون وسط اینجوری وایسه. خب word reflects in their image، یعنی تصویری که اونا از خودشون دارن انعکاس دهنده جهان بیرونه. آیا با یکی از اینا سر و کار داری؟ از اینجا میفهمی. برای این که توجه اونا رو بگیرم باید همیشه یا راجع به اونا حرف بزنم، یا تحسینشون کنم، یا براشون خوشرقصی کنم. خب هیچ وقت برای من در اون رابطه فرصتی نیست. یه مثالی رو میگن که یه خانم نارسیسیست رسید به دوستش، برگشت گفت که رسید به دوستش و شروع کرد تعریف کردن. اوه از اون وقت که تو رو ندیدم نمیدونی چه اتفاقات تو زندگیم افتاده. یکی از خوشتیپ ترین مردای دنیا اومد عاشق من شد، نمیخواستمش ولی انقدر خودکشی کرد، انقدر چیز کرد تا بالاخره من راضی شدم. بعد الان در همه جای دنیا برای من یه ویلا خریده، کشتی هایی که بر سفرهایی که من میبره، کروزایی که من میبره، زمینی که من روش قدم میزنم میبوسه و شروع کرد اینا رو گفت. یه پسر دارم، پسرم مدرسه نخبگان قبول شده. یه دختر دارم، دخترم بلوریان نمیدونم کجا میکنه. اینجوری شروع کرد گفت. یه 2 ساعت از خودش گفت. بعد این دوستم یه گوش میکرد اینا. بعد یهو برگشت گفت اوه
بایدوی من چقدر خودخواهم، هیچ نمیپرسم روزگار تو چجوری بوده تو این مدت. خب این دختره اومد بگه که خب مثلا منم یه کارایی دارم میکنم اینا. گفت oh by the way before you answer me have you read the last book I wrote. بعد اون گفتش که no. گفت okay let me give you the abstract. شروع کرد راجع به کتاباش حرف زد. اون وقت بعد دوباره اومد دختره یه چیزی دیگه بگه، دوباره برگشت گفتش که اون سال اولی که من از تو جدا شدم منو گذاشتن مدرسه ادب و نزاکت، میدونست مادرم که من تو جمع بزرگان باید وارد بشم و اینا و منو گذاشت چارم اسکول که یاد بگیرم چجوری غذا بخورم، میز برم و فلان و همه اینا. بعد اینا رو هم گفت. بعد دوباره برگشت گفتش که by the way I forgot تو اون مدت تو چی کار میکردی؟ اینم دیگه جونش به لبش رسیده بود. گفتش که اتفاقا همون چارم اسکولی که تو میرفتی منم یه چارم اسکول گذاشته بودن، تعجبم میکنم تو رو ندیدم. اون این حرفا رو که هی میزد این خانمم دوسته هی میگفت فانتاستیک شوهر اینو کردم فانتاستیک، بچه‌م اینجوری فانتاستیک. بعد گفت پایین تو این مدت این سالا چی کار میکردی؟ گفت اتفاقا منم میرفتم چارم اسکول، منتها چارم اسکولی که من میرفتم به من یاد دادن که من به جای بولشیت بگم فانتاستیک. بنابراین the word evolves around them، یعنی همش راجع به اونه. یعنی فکر میکنیم نداریم، شاید این موقعی خودمونم میکنیم، نمیدونم. بچه ها رو من دیدم تو سن، آخه میدونیم بچه ها به طور طبیعی نارسیسیستیکن که تا 4-5 سالگی باید باشن. من میدونم همطور راجع به خودشون حرف میزنن. اتاق منو دیدی، عروسک منو دیدی، بعد این دوست من اینجوریه، بعد من اینو دوست داشتم، بعد اینجوری کردم، منو میبری اینجا، منو میبری اون. ولی برای دیگه بزرگسال اون وقت دیگه پاتولوژیکه. بعد از کجا میفهمی؟ تمام مدت به محض اینکه شما دهنتو میای باز کنی یه چیزی بگی دوباره موضوع برمیگرده به اونا. آیا در کنارشون مجبور میشی که از احوال خودت غفلت کنی تا رابطه ادامه پیدا کنه؟ وقتی باهاشون مخالفت میکنی یکهو حس میکنی تمام شادی اون چهره و اشتیاق ناگهان فروکش میکنه و یک خشم زیر پوست و یک نگاه سرد و یک حالت سارکاستیک و گزنده بیرون میاد که اگر به لحاظ اجتماعی هم حفظش کنن ولی قابل حس کردن در برابر انتقاد یا شما رو تحقیر میکنن یا شرمنده میکنن یا با خشم از خودشون و فضای خودشون دور میکنن. آیا دائم وقتی از اونا فاصله میگیری حس میکنی بازم سرت کلا رفت، بازم یه چیزی دادی، حالا یا وقتت بود یا مالت بود یا تحسینت بود یا حال خوشت بود؟ اهمیت خودشون رو دائم اگزاجریت میکنن و بقیه آدما معمولا هر کاری کردن اونقدر مهم نیست. اونها تخیلات عجیب و غریبی از موفقیت خودشون، دانش خودشون، زیبایی خودشون، هوش سرشار خودشون یا معشوقه هایی که برای اونها میمیرن مطرح میکنن. آیا در روابطشون میبینی بزرگترین دشواریشون نگه داشتن روابط سالم بوده؟ معمولا خانواده های از هم پاشیده، دوستی های نیمه کار رها شده، زناشویی های به طلاق منجر شده. آیا از اونها همیشه ادعاهای بیرون از توان دیدید؟ آیا به نظر افتخار میکنن از اینکه وانربل نیستن؟ هیچی رو من اثر نمیکنه، هیچی منو
تغییر نمیده. چرا نارسیسیسم کودکی به نارسیسیسم بزرگسالی تبدیل میشه؟ اولیش تراما و ابندمنت. اینها یتیمان عاطفی میتونن باشن. دوم، والدینی که بیجا و نابجا و بیدلیل بچه هاشون رو تحفه آسمانی قلمداد میکنن و براشون باوندری ست نمیکنن. over indulgence، over valuation اعضای خانواده و پرنتا. مثلا من یه موقعهایی خودم میبینم که فرض کن اگر رو ظرف میوه یه دونه میوه استثنایی هست، من دل میکنم که اینو یکی از این ستا برداره بخوره. اگه یه بچه دیگه برداره مثل که دیساپوینت میشم. بعد دخترم از این مسئله خیلی بدش میاد و اون عمدن و معمولا همیشه اون نخبه رو تقسیم میکنه بین بچه ها و میگه بهترین گیفتی که آدم میتونه به بچه هاش بده اینه که you are an ordinary person that if you act well with others, you are kind, you will have friend. یکی دیگه از دلیل این که این افراد منیپولیتورها اینجوری میشن، تاکسیک شیم دوران کودکی است. خیلی وقتا اینا خودشون قربانیان sexual molestation، emotional abuse و تراماهای دوران کودکی هستن. ولی ما اینو گفتیم، این فهم برای ما سبب نمیشه که ما فکر کنیم میتونیم اونا رو درمان کنیم. ما باید با اونا امپاتی داشته باشیم ولی بدونیم که ما قدرت درمان کردن اونها رو نداریم، به دلیل اینکه بازی‌های اونا وقتی ادامه پیدا کنه نارسیسیستا رو شما از گراندیوس، یعنی خود برتر که معمولاً باید خیلی دیده بشن، از فعالیت‌های انتای سوشال یعنی سرد و ضد اجتماعی با دیگران برخورد کنن، سداکتیو دونجوان تایپ هستن. مرد اگه باشن به هر زنی که میرسن یک کامنتی میدن چشمات شبیه آبی دریاست. اینا رو که به من تو اون اتاق میگن میدونم. بعد شب یلدا، موی تو شب یلدا. بعد جانم اگه خانوم باشن اون وقت اگر خانوم باشن به آقاها دوباره همین من همیشه مرد قدرتمند رو دوست دارم، چون مال زنها معمولا بیوتی، مال مردا قدرت و ثروت. بنابراین بعد یکی دیگه از ویژگی ها اینه که اینها خودشونو الیت نشون میدن، یعنی باید یا الیت اینتלקچوال یا الیت هنری یا الیت مثلا پولی. بعد یه دسته دیگه شون they become very fanatic. فناتیک شما فکر نکنید فقط ما فناتیک مذهبی داریم، ما فناتیک ضد مذهبی هم داریم. دقت کنید، فناتیک ضد مذهبی هم داریم، فناتیکی که هر چی رو مسخرم بکنه داریم. ما فناتیکی داریم که کمونیسته، تو کمونیسم فناتیکه. هی میگیم آقا بابا پوتین یکی از ثروتمندترین مردای دنیاست، بعد میگه پوتین یکی از عادلانه ترین آدمای دنیاست. خب بعد یکی دیگه از ویژگی‌های نارسیسیست they are very paranoid و چون ساسپیشس هستن همیشه اطراف خودشون یه سیستمی، اگه قدرت سیاسی باشن سیستم پلیسی درست میکنن، اگر در موقعیت سیاسی نباشن موقعیت اجتماعی باشن معمولا یک گروهگرایی های مافیایی اینسایدر اوتسایدر. و همیشه شما اینو بدونید پیوند و تشکیل شدن و حمایت و وحدت
نیروهای منیپیولیتیو با هم خیلی آسان‌تر از نیروهای سلامته، چون اینا هوای همو دارن برای اینکه سروایو کنن. خب با این گفتار ما جلسه 6 منیپیولیتر رو تمام کردیم و برای فصل تعطیلات برای خودتون، برای خانواده‌تون، روزهای شاد، روزهای گرم در هوای سرد و روابطی که بتونید لذت ببرید از زندگی. یه چیزی روی فیسبوک گذاشتم، چند تا خانومن صحبت میکنن، 140-50 هزار تا لایک خورده. چند تا خانومم فقط دارن میگن اگر جوان بودم چه کاری رو نمی کردم و چه کاری رو بیشتر می کردم. یکیشون یه جمله گفت اشک من در اومد، گفت به جایی که صبح با عجله بدوم که به موقع سر کار برسم، طولانی تر بچم رو در آغوش می گرفتم و تو تخت نوازش می کردم. خیلی خیلی تیکه جالبیه، اینو هم نگاه کنین هم شیر کنین، چون یه ویزدم خیلی واقعی توشه. به انگلیسی بوده، فارسی هم ترجمهش زیرشه. به هر حال ممنون از اینکه 6 هفته‌تون رو به من دادید. من با شما تمرین کردم، حالا این مطالب برای خودم بهتر جا افتاده و خوشحالم که شما رو در حول و حوش میانه ژانویه دوباره میبینم. کریسمستون خوب، شب یلداتون خوب و سال نوتونم مبارک.